میگم اونقدر غم داریم که روز با روز بدنمون لخ لخ شده است. ای بس زدن خودمون با بفهمی زندگی همون شده خندیدن های دهنی مردم. یکی زندگی نیست، این فقط نمردن ای. امیم که زندگی کنیم بد بمبریم. روز 100 بار مردیم اما یک روز زندگی نکردیم. ما روزای خوب مونه شوا خوب میبینیم. ای کاش ای دستی عزیزا چی بگویم گله نیست، گر هم گله هست دیگر حاصله نیست. آدم های خوبیاشون بسیار بات میگن، نه که بدیاشون میمونه که تجربه کنی. در جامونه که روی خودمون یک روز نه یک روز ترک میکنه دیگه چی باوری ای آدماش داشته باشیم. میگه که آسمان قسمت ما بود که به بال شدیم، دل به فریاد سپردیم ولی خاموش شدیم. ما به این پنجره گفتیم که لب وا نکند، عاقبت پای سکوتی دل خود رام شدیم. قدر خاکی این وطن را به وطن داند که چیست، زحمتی به شوهری را به وزن داند که چیست. گفتی جناب عالی که در یگان دولت دیگه یگان نفر ما و شما را انتظار نیست. پس بیاین همه سرجم ایقفای آرامی و پیشرفت این وطن شویم. امیری به وطن خار و ذلیل است، گدای در وطن میرد امیر است. در دسترخوان یکایک شما برکت، در عائله همتان آرامی را میخوام. نقطه سر خط.